Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. یک جان تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. هموطنان عزیز، محترم بنیادکاران نیروهای برقی آبی راغون، حاضرین ارجمند، با عرض احترام و افتخار زیاد همه شما را به مناسبت جشن مقدس و مبارک ملی سالگرد 28 استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و به کار آغاز کردن اگریگات دویم نیروهای راغون انشاد تقدیرساز خلقمان صدقاً تبریک میگویم. نیروهای راغون ثمره یعنی فرزند استقلال و آزادی وطن محبوب ما بوده. با کار آغاز کردن اگریگات دویم آن در روز تجلیل این جشن بزرگ ملی تحفه عالی به مردم شریف تاجیکستان می باشد. بعد به استفاده دادن اگریگات یکم این کاخ نور که 16 نوامبر سال گذشته برگزار گردیده بود وقتی زیاد نگذشته است و البته تا امروز در نیروگاه 570 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال گردیده به نظام انرژتیکی کشور انتقال داده شد و امروز تمام ساکنان تاجیکستان شاهد رویداد نوبتی خرسندی آور به کار اندازی اگریگات دویم این منبع روشنایی گردیدند که با اراده قوی، شجاعت و متانت و زحمت شبانه روزی شما متخصصان و ساختمانچان وطن دوست و شهرتمند تأمین کرده شد. به همه شما منتداری به پایان حکومت و خلق تاجیکستان را بیان نموده بار دیگر خاطر نشان می سازم که نام هر یک شما فرزندان با ننگ و ناموس وطن، متخصصان ساختمانچان بلند اختصاص و شریکان گرامی در تاریخ تاجیکستان نوین به حرفهای زرین ثبت خواهد شد. برابران و متخصصان همه شرکت‌های خارجی برای همکاری صافدلانه و زحمت اهلانه با مهندسان و کارگران تاجیکستان از نام حکومت و خلق تاجیک اظهار سپاس می‌نمایم. دولت و حکومت مملکت به مسئله ساختمان نیروهای برقی آبی راغون افضلیت مخصوص می‌دهد. می‌خواهم مخصوص ذکر نمایم که تا امروز در یکی از انشاءات مهم نیروگاه نقب آبپرتای سیوم یکی از توصیه‌های اساسی کارشناسان بین المللی در سمت تأمین نمودن به خطر فعالیت نیروگاه هنگام سیرابی احتمالی با نصب دروازه‌های سگمنتی تعمیری صدموی و اساسی بنیاد کرده شد و ما شاهدی به استفاده دادن آن گردیدیم. این نقب با قطر 15 متر و درازی 1.8 کیلومتر در یک ثانیه امکانیت گذراندن 3,500 متر مکعب آب را داشته با مبلغ 2.8 میلیارد سامانی بنیاد گردیده است. در قطار دیگر نقب‌ها این نخستین نقب می باشد که در دایره بنیاد نیروگاه در دوران استقلالی ساخته شده است.
باید تاکید نمایم که ما به مبلغ‌زاری نیروگاه راغوند اعتبار اولین درجه میدیم. رهبریت نیروگاه، شرکت‌های پودرچی و دیگر شرکت‌های با ساختمان این انشاءات علاقمند وظیفه دارند که مبلغ‌های جدا شده را مقصدناک و ثمرناک استفاده برند و به اسرافکاری راه ندهند. تکرارا خاطرنشان می‌نمایم که این انشاءات حیاتاً مهم مطابق به طلبات معیارهای بین المللی صفت و بی‌خطری و با استفاده از تکنولوژی‌های نوترین بنیاد شده ایستاده است و در آینده نزدیک نه تنها خاندان ساکنان تاجیکستان را نورافشان می‌کند بلکه به کشورهای منطقه نیز خدمت خواهد کرد. باید گفت که ساختمان نیروگاه راغوند به مرحله بسیار مسئولیتناک وارد گردیده کارهای باز هم بزرگ در پیشند. برای اجرای این کارها کوشش و غیرت همه روزه و اندیشیدن تدبیرهای زیاد ضرور می باشد. بنابراین حکومت کشور را ضرور است که فعالیت خود را جهت بامرام تطبیق نمودن لایحه نیروگاه راغوند روانه سازد. همزمان با این از رهبریت تا کارمندان عادی همه شرکت‌های به ساختمان نیروگاه جلب شده برای وسعت بخشیدن کارهای بنیادی این انشاءات عصر روانه نموده باید مسئولیت خود را به پرگی درد نمایند. حکومت مملکت تأمین استقلالیت انرژتیکی را یکی از هدف‌های استراتژی کشور قرار داده برای رسیدن به آن تمام ذخیره و امکانیت‌ها را سفربر نموده است. تطبیق چندین لایحه مهم در سمت رشد ساحه انرژتیکا نشانه همین کوشش‌های پیوسته بوده امروز به بالاروی سطح زندگی مردم مساعدت کرده ایستاده است. با مقصد رشد ساحه انرژتیکا حالا با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تطبیق 12 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی 16 میلیارد سامانی ادامه داشته در دایره آنها تا به امروز 7.6 میلیارد سامانی از خود گردیده است. علاوه بر این وقتهای آخر با شریکان رشد یک قطار سازش‌نامه‌ها به امضا رسانیده شدند که هدف آنها تجدید نیروگاه‌های عمل کننده یعنی نارک، قیراقم و سربند می باشد. یعنی ما در برابر بنیاد انشاءات نوی انرژتیکی تجدید و برقرارسازی نیروگاه‌های عمل کننده را نیز با سرعت پیش برده ایستاده ایم. مبلغ جلب شده برای تطبیق لایحه‌های از نوسازی نیروگاه‌های برقی آبی نارک، قیراقم، سربند قریب بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. این 10 میلیارد سامانی امروزه. این خیلی مبلغی بزرگ است. ساختمان و تجدید نیروگاه برقی آبی، مرکزهای برق و گردهی، بنیاد خطهای انتقال نیروی برق و زیرزگاه‌های برقی، همچنین اصلاحات ساحه انرژتیکا در سالهای آخر امکان داد که تامینات اهالی با نیروی برق و فعالیت انفراستراکچور انرژتیکی به طور نظررس بهتر گردیده. صادرات نیروی برق به کشورهای همسایه در موسم گرما افزایش داده شد. همچنین باید گفت که رشد ساحه انرژتیکا با ترقیات منظم اقتصادی تاجیکستان خصوصاً در سمت تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنانی با سرعت کشور نقش کلیدی می‌بازد. در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان انفراستراکچور انرژتیکی کشور کلاً تغییر یافته با تطبیق یک قطار لایحه‌های سرمایه‌گذاری امکانیت فراهم گردید که در کشور نظام یگانه انرژتیکی تأسیس داده بابر تامین نمودن ساحه‌های اقتصاد ملی و اهالی پره از استحصال کنندگان داخلی برآمده شود. در این دوره با بنیاد گردیدن نیروگاه برقی آبی سنگتوده 1 و سنگتوده 2 مرکز برق و گردی دوشنبه 2 اگریگات اولی نیروگاه برقی آبی راغوند و سلسله نیروگاه‌های خرد زیاده از 1900 مگاوات اقتدارهای نو به کار انداخته شدند.
همچنین توسط ساختمان خطهای انتقال برقی جنوب شمال، راغون دوشنبه، لالازار ختلان، گیران رومی، تاجیکستان افغانستان، خوجند عینی رودکی، قیراقم اشت، قیراقم سوخت به درازی زیاده از 1100 کیلومتر 4 زیر ایستگاه برقی 500 کیلووات، 10 زیر ایستگاه برقی 220 کیلووات و دیگر انشاءات برقی فعالیت استوار نظام یگانه انرژتیکی تامین کرده شد. یعنی ما در زمان استقلالیت سیستم انرژتیکی که به 3 پارچه تقسیم بود به یک کشور واحد دولت را تبدیل دادیم و سیستم یگانه انرژتیکی مملکت را بنیاد کردیم. این بسیار موفقیتی بزرگ است. و ببینید اقتدار نیروگاه برقی آبی راغون اگر با اقتدار پررشت فعالیت کند 3600 مگاوات، لیکن ما در زمان استقلال 1900 مگاوات اقتدارهای نو بنیاد کردیم. این کاری سهل نیست. 1900 مگاوات با بنیاد نیروگاه راغون، نیروگاه هایی که 10 ساله ها زیاده از 50 سال به تعمیر به تجدید خدمت کردن برای مردم، برای تجدید کپیتالی تعمیر پوره این نیروگاه ها زیاده از 1 میلیارد جلب کرده. کارها در این 3 نیروگاه بزرگ با سرعت ادامه دارد. هزارها نفر متخصصان ساحه انرژتیک با جای کار تامین گردیدند. در این لحظه های تاریخی با قناعتمندی و افتخار ابراز می دارم که بنیاد نیروگاه راغون همچون انشاءات تقدیرساز نتیجه آرزو و آمال نیک، عزم و اراده قوی، دستگیری و پشتیبانی صمیمی و سمی وطن دوستانه خلق شرفمند تاجیکستان می باشد. با اطمینان کامل اظهار می نمایم که ما با زحمت صادقانه مردم سربلند تاجیک و کارنامه بهادرانه فرزندان باننگ و ناموس ملت در آینده نزدیکترین همه نیت‌های نیک و نقشه‌های سازنده امان را عملی می‌گردانیم. دوستان عزیز، من خوب در یاد دارم سفرهای اولینی که من به نیروگاه برقی آبی از رفتی ساختمان شناسایی پیدا کردم. نه اینکه مردم تاجیکستان، نه اینکه سیاستمداران و متخصصان خارجی، حتی بعضا خودی من نیز در حیرت می‌ماندم آیا ما می‌توانیم بنیاد کرده این نیروگاه بزرگ را یا نه. من این روز شاهد گشتم که انا این است اقتدار بزرگی خلق تاجیک، ملت تاجیک، آنچه که سرجمی آن و وحدت ملی صلح و ثبات کامل دولت تاجیکان. اگر مقصدها نیک باشند، نیتهای نیک باشند، کار نمیشدگی در دنیا نیست. خیلی کارهای بزرگ در پیش هستند. از سم دشواری وزمینی ها را ما پس‌تر کردیم. 99.9% ساختمانچان را خودی متخصصان تاجیک تشکیل می کنند. شرکت های خارجی که در اینجا کار و فعالیت دارند، متخصصان، من میدانم از یک چند کشورها، از اروپا، از کشورهای سابق شوروی، از دیگر کشورها، ما به همه آنها بار دیگر از صمیم قلب از نام مردم تاجیکستان، از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام شخصا خودم یک جهان تشکر و احسان میگویم. چه خوشبختی، این چه خوشبختی است که در روز استقلالیت خلق تاجیکستان در روز جشن استقلالیت باز یک جشن دیگر، یک تحفه ارزنده برای خلق تاجیکستان. من هیچگاه از یاد نمیبرارم سالهای 90
من این را باز میگویم، این تاریخ است، تاریخ را سوزانده نمی شود. ما چگونه مشکلات داشتیم؟ قریب 8 ماه 80% اهالی عموما برق نداشت، مخصوصا در فصلهای تیرما و زمستان. چگونه در سردی ها حتی بعضا در شهرهای کلان در تولدخانه ها حتی فوت کودکان بقای گرفته شده بودند و بسیاری ها باوری نداشتیم که ما باز این روزهای نیکم میرسیم. یک زمان من نقب انصاب را شروع کردم. زمانی خیلی وضعی بود، حالا جنگ شهروندی بود، مبلغ نبود، اقتصادیات در حالت بحرانی قرار داشت. وقتی که ما در آنجا جمع شدیم، بسیاری ها به من گفتند، حتی اعضایان حکومت، محترم پرزیدنت، مبلغ نیست، تکنیکا نیست، ساختمانچیان نیست، ما نمیتوانیم، حالا که اتحاد شوروی این کار را انجام داده نتوانست. من هیچگاه همین سخنان خود را در آنجا از یادم نمیبرم. اگر هیچ کی نداشته باشیم، هیچ قدرت و توانایی نداشته باشیم، لیکن ما با قوه بزرگ پنجه هایمان، با همین ناخن هایمان کندن نقب انصاب را ما حتما بنیاد میکنیم. من آن کارهایی که نقب انصاب بود دیدن میکردم، از رفتی ساختمان، از ساختمانچیان، نقبکنان، در جایهای سنگین رفتیم، آبهای زیاد. چند مراتب پیشنهاد کردند که جناب عالی نمیشود، محترم پرزیدنت خط را دیگر کردند در کار. گفتم خط را دیگر نمیکنیم. من هیچگاه از سفر نگشتم، میرویم به پیش، به پیش، قدم به قدم به پیش. امروز من قریب 3 ساعت از رفتی ساختمان دیدن کردم. قریب که اکثریت ساختمان ها چقدر سرعت تکنولوژی، من میگویم متخصص چگونه قدرت و توانایی دارد. ما تکنیکای آنچه که پیشتر متخصصان ما وطنی آوردن شرکت ها دیدم در یک شبانه روز 10 متر نقبی ورتیکالی میکند یک آدم. 10 متر هزارها کس را عوض میکند، هم سرعت، هم حجم مبلغ صرفه، هم وقت. و دیدم من این روز از ساختمان، من خودم انگشتی حیرت گزیدم. آفرین بر شما ساختمان شد، آفرین، احسن میگویم من، احسن میگویم. من تمام چاره را اندیشیده ایستادم که نیروگاه به مبلغ نماند، به مواد ساختمانی نماند. تمام شرایط را دیده ایستادیم و کوشش میکنیم که باز هم سرعت ساختمان را تیز آنیم و مهلتی به استفاده دی پروژه ساختمان را کوتاه نماییم. من این روز دیدم چه امکانیت ها هست امکانیت ها. آن روز دور نیست که تاجیکستانی آزاد صاحب اختیار ما به یک دولت نیرومند و پیشرفته و وطنی محبوب تاجیکان به ملک باز هم آباد و آسوده تبدیل می یابد. بار دیگر تمام مردم شریف تاجیکستان، هموطنان برون مرزی و همه شما دلاوران جبهه زحمت، بنیادکاران راغون را به افتخار جشن مقدس ملی 28 سالگی استقلال و آزادی و با کامیابی نوبتی به کار در آمدن اگریگاتی دوم این نیروگاه بزرگ صمیمانه تبریک گفته برایتان خانه آبادی و برای کار و پیروزی های بیشتر آرزو می نمایم. پاینده و جاویدان باد استقلال و آزادی دولت نوین تاجیکان. شرف و ساختمانچیان و مهندسان و متخصصان دلاوری نیروگاه برقی آبی راغون. شرف به مردمی با ننگ و ناموس، وطن دوست و وطن پرور، زحمتکش و آبادگر و صلح دوست و فرهنگ سالاری تاجیک. راغون
برای مردم شهرمند تاجیکستان ساختمان سرنوشت‌ساز، میدان ننگ و ناموس و جبهه زحمتی جوانمردانه می باشد. راغون آینده آبادی خلق تاجیک، سری بلند و روی سرخ هر فردی وطن و کفیل بالاروی نفوذ و آبروی دولتی آزاد و صاحب اختیار تاجیکان است. راحت سفید و اقبالت بلند باد تاجیکستانی عزیزی من. همیشه سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز. تاجیکستان بپیش، بپیش، بپیش. سلامت باشید. یک جا تشکر.